سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق است. وصال حق است. تکه تاجیک، بفرمایید. من میخواستم درباره عربستان سعودی بدونم. همین حقیقت است جهاد دعوت کرده است؟ باشه، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. میبخشین در حق خواهر ما دعا کنید و کسل است. الله متعال شفای عاجل نصیبشان کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. در مورد اینکه عربستان سعودی اعلان جهاد کرده، نه، این چنین نیست. عربستان سعودی برای دفاع از ملت یمن که به اسارت یک گروه تروریست پیرو ولایت فقیه، پیرو نظام خوناشام ایران و کسانی که در ایران تربیت شده بودند و همون بلایی رو که سر ملت ایران آورده بودن میخواستن سر یمن بیارن، همون بلایی رو که سر عراق، سر سوریه، سر لبنان و فلسطین آوردن میخواستن سر ملت یمن بیارن، که حکومت قانونی یمن از عربستان سعودی طلب همکاری کرد و عربستان سعودی و تعداد دیگری از کشورهای حوزه خلیج اینها در ائتلافی حمله کردند بر پایگاه‌های تروریست‌های حوثی در یمن و دیکتاتور سابق یمن علی عبدالله صالح، همون کسی که وقتی که سقوط کرد آقای خامنه‌ای گفته بود که بله این انقلاب‌هایی که در این کشورها صورت می‌گیره امتداد انقلاب اسلامی است، اما وقتی دیدن که حکومت جدید در یمن بر وفق مراد اینها نبود و به آخوندها توجهی نکردن، اومدن همون دیکتاتور سابق رو کمک کردن و حوثیان که دیگه نوکرای خودشون بودن و اینها رو شوراندن بر علیه حکومت قانونی که بر اساس انتخابات در یمن به وجود آمده بود. این کلاً جنجال یمن بود.